سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون فوق‌العاده باشه. به قسمت اول از دوره آموزشی تریدر شو خیلی خوش اومدید. دیگه ببخشید چون ویدیوی اولم هستش، من زیاد عادت ندارم به کلیپ گرفتن، این اولین باره دارم کلیپ میگیرم. انشالله میخوایم تو این دوره، حالا قسمتاشو نمیدونم به چند قسمت تمامش میکنیم، بتونیم کمک کنیم به عزیزانی که میخوان بازار رو به صورت خیلی رایگان، خیلی قوی و خیلی حرفه‌ای شروع کنن. باشون هستیم، به صورت رایگان تمام خدمات ما، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم و اینکه هم خودمون سیگنال میدیم، سرمایه میدیم و غیره. خب توی مرحله اول ما باید یک بروکر داشته باشیم. بروکر، حالا کسایی که کریپتو کار کردن، تقریبا چیزی مثل صرافی ارز دیجیتال، ولی تمام رگوله داره و هزار تا داستان دیگه داره بروکر و خیلی امن‌تر از صرافی ارز دیجیتال هستش. و توی بعضی از بروکرها حتی موجودیتون رو بیمه میکنن، یعنی مثلا اگر هم حتی مشکلی برای بروکر پیش بیاد، بازم مقدار زیادی از پولتون رو بهتون برمیگردونن. خب برای مثال، برای به عنوان بروکرهای زیادی هستش توی بازار، ولی شما باید سعی کنید امن‌ترینشون رو پیدا کنید. حالا جزء بروکرهای خوبی که من تو این 2 سال باش کار کردم، بروکر ارام گروپ بوده. حالا بروکر خوبی بوده، اسپرد پایینی داشته، روی طلا و یورو یو اس دی کمیسیون نداشته. در کل بروکر خیلی خوبی بوده، زمان اخبارم خیلی خوب بوده. خب توی مرحله اول ما باید توی این بروکر ثبت نام و احراز هویت کنیم. اینجا از این بالا سیگنال رو ما میزنیم، میرسیم به این مرحله. حالا در قسمت نام اسمتون رو انتخاب میکنید. حالا من اسم خودم رو میزنم، فامیلیتون رو میزنید و در قسمت بعد تاریخ تولدتون رو میزنید. این تاریخ تولد باید با مشخصاتی که توی کارت ملی توی حساب میخوایم باش احراز هویت کنین یکی باشه. حالا من تاریخ تولدم وارد میکنم، کشورم ایران بزنید، حتما کشور ایران بزنید. بعد شماره خودتون رو بزنید. حالا من هم شماره خودم رو میزنم، اینم شماره خودم. توی محل بعد ایمیله، اینجا باید یک ایمیل انتخاب کنید که براتون کد تایید میاد و اکثر ایمیل های خود بروکرم به همین ایمیل میاد که ترجیحاً سعی کنید یه ایمیل جدید استفاده کنید برای اینجا. حالا یک رمز عبور ما میذاریم، رمز عبور سعی کنید رمز عبور قوی باشه. حالا اشتباهی من زدم، از کاراکتر خاص هم استفاده کنید حتما داخلش که قبول کنه بروکر رمزتون رو، چون یک سری چیز امنیتی هست که میگه باید رمزتون قوی باشه. دیگه فکر نکنم به این مشکلی بگیره. خب اینجا این تیک هم بزنید و کنتینیو که اینجا زده. سیتی رو انتخاب نکردیم، ما اینجا تهران رو میزنیم یا حالا هر شهری که هستیم. ما مشهدیم یه پیدا کنیم، مهاباد، این هم مشهد. شماره تلفنتون هم باید به صورت مثبت 98 باشه. خب متصمیم رمزمون رو دوباره بزنیم. خب این رمزمون خب الان یک کد اومد برای ایمیلمون. حالا از طریق گوشیمون کد وارد میکنیم. کد حالا اگرم توی قسمت ایمیل های اصلیتون نیومد، قسمت ایمیل های ارزم به حضور شما که قسمت اسپمتون رو چک کنید، شاید بعضی موقع ایمیل ها اونجا میاد و توی قسمت اصلی
نمیاد ایمیل. حالا ما کدو میزنیم. خب اینجا الان حساب کاربری توی بروکر برامون ایجاد شده و اینجا کابین شخصی ما. خب از این قسمت ویریفای ناو میتونید شما ویریفای کنید که ترجیحاً بهتون پیشنهاد میکنم اولین کاری که میکنید ویریفای رو انجام بدید. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که شما ویریفای انجام دادید، کاری هم نداره. اینجا فقط اوده رو بزنید و عکس کارت ملیتون رو انتخاب کنید. با کارت ملیتون میتونید اعراض هویت کنید تو این سایت، تو این بروکر. خب برای اینکه بتونیم حساب کاربری ایجاد کنیم میایم به قسمت اکانت ها و اوپن لایو اکانت میزنیم. این اکانت ریله و بالایش اکانت دمو هستش. حالا ما اول با ریل شروع میکنیم. خب اینجا ترجیحاً بهتون پیشنهاد میکنم اکانت استاندارد پیج رو انتخاب کنید. اهرم هم 200 باشه برای که چون شما تازه کارید و نباید ریسک زیادی بکنید. حالا اونایی که حرفه‌ای تر هستن و دارن این دوره رو نگاه میکنن میتونن روی 1/500 هم بذارن. کارنسی هم روی USD میذاریم. این XTC نماد تومنیشون هستش، یعنی این بروکر واریز برداشت تومانی هم داره. خیلی راحت میتونید به صورت تومانی هم واریز انجام بدید هم برداشت. حالا ما کنتینیو میزنیم. اینجا هم دوباره کنتینیو میزنیم. خب اینجا اکانت رو برای ما ساخت. اینجا اکانت برای ما ساخته شد و این رمز عبور، این یوزرنیم ما و این هم رمز عبورمون. خب این اطلاعات رو حتما داشته باشید که توی قسمت بعدی که میخوایم وارد متا تریدر بشیم به این مرحله بپردازیم و اکانتمون رو وصل بکنیم به متا تریدر. خب حالا اکانت دمو هم دقیقا همین جوری هستش. حالا اوپن دمو رو میزنیم، دمو استاندارد رو انتخاب میکنیم. اینجا هم 500 یا 200 میذارین اهرامتون رو و اینجا بالانس پیشنهادی رو، بالانسی که خودتون میخواین براتون ایجاد کنه رو هم میزنیم، مثلا 5000. کنتینیو میزنیم، دوباره هم کنتینیو و ایجاد میشه به همین سادگی. برای بحث دیپازیت هم اینجا به قسمت فاندز میرین و اینجا دیپازیت فاندز رو میزنید. خب اینجا یک سری درگاه پرداختی داره. کسایی که میخوان با ارز دیجیتال پرداخت کنن از این قسمت رو استفاده کنن و کسایی که میخوان به صورت تومانی واریز داشته باشن از این سه تا مورد که خیلی هم راحت هستش واریز برداشتش. اینجا مثلا ما میخوام با تتر واریز کنیم، کنتینیو میزنیم. اینجا مبلغ رو مثلا میزنیم $1000. 5 تا هم بهتون بونوس میده، 30% هم بونوس قابل ضرر بهتون میده. اینجا TRC 20 رو انتخاب میکنیم و کنتینیو میزنیم. بعد یه آدرس به ما میده، اینجا هم کنتینیو میزنیم. اینجا آدرس واریز میده، واریز میکنیم خیلی راحت با تراس ولت و کمتر از 1 دقیقه به حساب ما میشینه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. قسمت اول دورمون هم به پایان رسید. انشاءالله منتظر قسمت های بعدی باشید. قراره با هم بتره کنیم. سابسکرایب هم یادتون نره اگه از طریق یوتیوب دارین این ویدیو رو میبینید، چون این ویدیو هم به صورت رایگان است. تنها راه حمایتی که براتون گذاشتیم همین سابسکرایب است که ما رو واقعا خوشحال میکنه و بهمون انرژی میدید با سابسکرایب کردن ما. خیلی ممنون. تا قسمت های بعدی، خدا نگهدار.